میبینی قماربازی کردیسن همش مسلمان هنه که قمار بازار او امور سلام دادن درسته یا نی؟ سلام نامی از نامی خدا های السلام علیکم و رحمت خدا باشه السلام علیکم و رحمت الله گفت همون جمعه یک 2-3 دقیقه هشون از همون کوری بعد میمونن همین 2-3 دقیقه از کوری بعد میمونن همین علاقه خودش فوی اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری به اشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. یک مردم جمع شدگی قماربازی دارن قمار خودش حرامه گناهی کبیره خداوند منعش کرده بعد میگه یک همون تا میگذاری و میبینی قماربازی کردیسن همش مسلمان هنه که قماربازار او امور سلام دادن درسته یا نی؟ سلام نامی از نامی خدا های السلام علیکم و رحمت خدا باشه بود سلامتی بردوام همیره برامویی که گناه کبیره کردیسن در فسق و فجور مبتلا هستن درسته یا نی؟ حضرت امام محمد میگه که درست نیست میگه و خاطری که نامی خدا حیف میشه و گناه کبیره کردیسن قماربازی کردیسن حضرت امام اعظم میگه درسته میگه به چی خاطر؟ به خاطر که همین وقت که السلام علیکم و رحمت الله گفت همون جمعه یک 2-3 دقیقه هشون از همون کوری بعد میمونن همین 2-3 دقیقه از کوری بعد میمونن همین علاقه خودش فایده خوبه این خیلی مسئله هست که باید شد مثال یک تاش دیگر یک تاش یا که میگه یک نفر از دنیا گذشته هم پدرش زنده هم فرزندش پدرش هم حیاته فرزندش هم حیاته مردک مرد جنازه همون را کی بخونه؟ حضرت امام محمد میگه که بچهش بخونه از همه در نزدیکترین آدم به آدم مثل که فرزندی خودش جنازه پدر پسرش پیش رو بخونه حضرت امام اعظم ابو حنیفه میگه که نه پدرش جنازه را بخونه و خاطری که او قدری که پدر فرزند دوست میداره فرزند با فرزند خودش دوست میداره پدرش او خود دوست نمیداره پدر که بخونه با سوزش دل قطع میخونه از تحت دل نماز میخونه این خیلی مسئله هسته که مثلا بعضش افضلیت اولویت در بینشون هسته این دیگه جوی نیسته که مثلا که بگو که خیلی بوده هر گپ و پرسیدن مسئله و مسائل هم الحمدلله که نشانه مسلمانی ایمانداری همه مردم است که ایمان داره مسلمان است و روز قیامت باوری داره میخواه که بفهمه که حلال و حرام چی است همه عملی میکنم درسته یا نادرسته همه عملی میکردگی من ثواب داره یا نداره این هم چی است که نشانه ایمان اسلام است حتی علما از زاهدا و اهل مثلا مشایخ فرقی دارن اگر چنده که اونایی که اهل تصوف هستن اهل طریقت هستن بسیار شخصیت های بزرگ ما در تاریخ داریم که چندین هزار نفر گفتن حاضر خیر این خیره گفتن خوبه در حلقه دیگر حلقه علم بود سوال جواب و آیت حدیث تفسیر پیامبر از حلقه ذکر رفتن در حلقه علم نشستن بعضی از من شوری های حدیث میگم به خاطر پیغمبر در حلقه علم نشست که جبرائیل امینه در اون حلقه ایستاده رفت در اونجا نشست یعنی حلقه هایی که ما و شما داریم حلقه علمه سوال و جواب درست و نادرست حلال و حرام و جایز و ناجایز این را باید که مسلمان بفهمه ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم اللهم صل على
محمد صلى الله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غافل مشوی بنده که عمرت دوباره نیست، ذکر خدا بکن که از مرگ چاره نیست. در زندگی بکوش که فرصت همین دم است، در زندگی بکوش که فرصت غنیمت است. زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست، زیرا که روز مرگ به کس آشکار نیست. در دامن دشت دانه نیست ما را، آمد اجل و بهانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم، صد وای در نشانه نیست ما را. آمد اجل و سر به بالین کردیم، صد وای در نشانه نیست ما را. چرا غم میخوری از بهر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن. برو بر کنج قبرستان گذر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. ببین که مردگان با خود چی بردن. چون اجل آید برایم مصلحت در کار نیست، این چون این سودای بی پول در یگان بازار نیست. می روم با 100 هزاران حسرت و درد و علم، درد و علم. جسم و جانم را دیگر هیچ قوتی آزار نیست. در میانی کوچه باغی آتشی پرماجرا، جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. جز خدا و مصطفی بر ما کسی غمخوار نیست. روز و شبها دو هم رستم عالم گیرد، گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. گر نصیب گردد جمال ما را غمی سختار نیست. افسوس که گلرخان کفن پوش شدن، از خاطری هم دیگر فراموش شدن. آنان که به 100 زبان سخن می گفتن، رفتند و به زیر خاک خاموش شدن. رفتند و به زیر خاک خاموش شدن. اللهم صل و سلم و بارک علیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. دیلا این عالمی فانی به یک مردن نمی ارزد به دنیا آمدن به زحمتی رفتن نمی ارزد. اگر 100 سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی با آن 1 ساعتی تلخی جان کندن نمی ارزد. می رسد روزی که ما را مرگ مهمان می شود. خانه آبادی ما آن روز ویران می شود. چون بمانند قامت زیبای ما در زیر خاک می شود پوسیده و طعام کرمان می شود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.